برنامه تک تک همراه تک در شهر اسلام آباد. عاشق شدیم بله. از شوی دلم مسعود. هر جای باشیم اما الادانید نیستم. برگم شو. گله گذاری کنم یا جان سپاری کنم، خونه دل از تو دیدم با گریه جاری کنم. بازم وقت شما بخیر هموطنان مهربان، هر کجا و هر گوشه هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. برنامه تک تک همراه تک در شهر اسلام آباد است و آنچه که آگاهی دارین 1 سال از حکومت امارات اسلامی میگذره و هنوز هم هموطنان ما و دوستا و چهره‌های سرشناس آواره و خانه به خانه میگردن. با آمدن حکومت امارات اسلامی نه تنها هنرمندان طبقه ذکور همه قسم از افغانستان فرار کردن و بیرون از افغانستان مهاجر شدن، هنوز هم دختر خانمایی که توانگر موسیقی پیش می بردن در افغانستان باقی مانده بودن. حالا که در کجا قرار دارن و با چه شرایطی هستن ان شاء الله همراهشان صحبت‌هایی می داشته باشیم. و ما در رستوران آریونا در اسلام آباد منطقه H13. سلام. اشتیره. خوب هستین ان شاء الله؟ سلام. دوستان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشن. یعنی از گیر ما میگریزی لالا فیاض. هر جای باشیم اما الادانید نیستم. ما فهمکارت بودم یک زنگ میزدی. والا دیگه اگر که ما لوکیشن خوبتر و بهتر انتخاب کرده سه دوستا از این منطقه دیدن از این رستوران، ما جای زیبا و دیدنی داره این رستوران. معنا بسیار خوب. این تو جای دیدنی ما رو نمیارین. دیگه یک سلام خاص به هموطنان عزیز می داشته باشم. امیدوارم که هر کجای دنیا هستن جور و صحتمند و سرحال باشن. شکر سلام جان، خیلی سلامت باشی، بخیر باشی. مقصد میرم نیستم لالا، اینم تو بی‌خبر بگم. خوب است. شما قسمی که داری کردن سلام جان، خبر دارید که امروز میمونه ما کی هستیم شب البته؟ نه والا. نمی‌شناسی شاید بیای بشناسم. حتما می‌شناسین. خدا چهره سرشناس است، دختر شاداب و خوش اخلاق و مهربان. نام خدا. عاشق شدم. بهترین نامزاد داره. خانه خیمه خوار باز. ها دوستان مهمان رو دعوت می‌کنیم برمیگردیم. تشکر دوستان عزیز که تا اکنون ما را دنبال میکنیم. سمیر جان؟ اسیما جان نوری. السلام علیکم، خسته نباشید. سلام بر شما. یا سلام به بیننده عزیز که این نظر مرا بیننده است. تشکر از دعوت زیبا شما. تشکر از شما که بر ما وقت دادین و خوشحال شدم که خودتان می‌بینم. سلامت زنده باشید. اسیما نوری آوازخوان مطرح و محبوب کشور ما هستند که آهنگ‌های مقبول زیبا را هم داشتند در اجتماعی برنامه افغانستان و هنوز هم فعلا در کجا به سر میبرن و با چی شرایط و چی تحت مقرراتی که هستن ان شاء الله همراهشون صحبتایی می داشته باشیم. اسیما جان کجا هستین؟ مصروف چه کارها هستین؟ میشه بر دوستای داری بکنیم. خب فعلا خب ما در اسلام آباد مسافر شدیم آمدیم دیگه. تا فعلا مصروفیت‌های خاص ندارم دیگه. کوشش دارم که هنر خدا و همین هنری که دارم و در هر گوشه دنیا که باشم اول خب موسیقی و هنر خود فراموش نمیکنم و تا فعلا دیگه مصروف هیچ کارایی نیستم. کوشش دارم که یگان آهنگا یگان کلیپای جدید بسازم ان شاء الله. ما هم برسیم و میخوایم از اسیما پرسان بکنم زمانی که حکومت جدید آمد اسیما کجا بود و در چه شرایط زندگی میکرد؟ خب من در کابل بودم. در وقت دوران طالب هم کابل بودم و دیدم که زندگی و همین هنر ما پیش نمیرفت در افغانستان و ما برگشتم به پاکستان. دوباره آمدم به فعلا به شرایط خوبم گفتن نمیتونم، بدم گفتن نمیتونم که ما به سر میبرم. مهاجر هست. بله.
اسیبا جان من میخوام از حالت پرسان بکنم آیا فکر میکردی که حکومت به یک بارگی سقوط بکنه و امارات بیاد و خودت که مثلا این رشته را پیش میبردی و خصوصا آوازخوانی را در قسمت میشه برای ما بکنی؟ خب این خوب باور هیچ کس نمیشد. من گفتم شاید ولایت ها را اگر بگیره پس ما برنده میشیم، اما متاسفانه هم بله دقیقاً امید بود. متاسفانه که بدبختانه که شاید نصیب قسمت هم تو بوده باشه که سقوط کرد و ما دیگه چیزی گفتن نتونستیم دیگه و کارهای خدا هم ما نتونستیم که پیش در اون شرایط میتونستی بیرون بری و همون شکل آزادی که داشتی مثلا پس چی حالت بودی در بین شهر و بازار که میرفتی؟ نه خیر من تمام مردم میشناسم دیگه از این خاطر نمیتونستم بیرون برم. قبلا هم با حجاب میرفتم، من همیشه حجاب خوش دارم، بازم با حجاب میگشتم، بعض مردم مرا میشناختن. با او دلیل گفتم بهتر است که باید مهاجر شم. بله تنها هستی یا برای خانواده؟ تا فعلا نه فامیلا همگی کابل زندگی میکنن. یک کمره مادر جان خودم اینجا هستم. بالاخره های میدان کرده تو به اینجا خدا. دقیقاً هم از زمان کدام خاطری و ذهنتون دارین که هر لحظه یادتون میاد و اشک میریزین که هنوز هم باورتون نمیشه در افغانستان نیستین و امیدهایتون به یک بارگی می‌خواد؟ خب طبعا خوب یک گپ واضح است که خاطره بسیار زیاد داریم ما و هر لحظه که ما یاد ما میاد برنامه‌ای که داشتیم، برنامه خوب و زندگی خوبی را که داشتیم، خوشی همه چیز را داشتیم، ما بسیار پیشرفت کرده بودیم. متاسفانه که ما 20 سال چی که بعد 40 سال به عقب افتادیم، اما این درد تمام وطنایم است که تنها از من نه که متاسفانه که چی بگویم دیگه. دنیا با امید خورده شده، ان شاء الله بدون خدا بزرگ دوباره ان شاء الله برمیگردیم و کارا فعالیت‌های هنریتون آغاز می‌کنیم. ناامید نباشین، خداوند بزرگ است. در قسمت دیگر می‌خوایم بکنم که دوستای عزیزی که میخوان با حسیبا نوری بیشتر آشنا شوند، بیشتر دنبالش بکنن، در صفحه یوتیوب رفته صفحه رسمی به نام حسیبا نوری را پیدا بکنن، آهنگای نابشه و همچنین صفحه خالد موزیک ان شاء الله ان قریب آهنگای حسیبا جان را میتونن پیدا بکنن و تاپ‌ترین آهنگای حسیبا جان اونجا هست. حسیبا جان در پاکستان مصروف چه کار و چه فعالیت‌ها هستی؟ خب تا فعلا هم خب یک آهنگم دارم که یک آهنگ ثبت کردیم، البته که یک کلیپ کشیدیم دیگه، آهنگای لایف هم دارم دیگه. هنر خود هیچ وقت از دست نمیتونم ولی که 1000 طالب ها بیاین داهش هم بیاین ما کار خود ادامه میتونم. با هر شرایط و با هر حکومت میخوای با هنر موسیقی زندگی؟ بله بسیار خوب. چه خوب است که سمی جان گمانگی داشته باشیم، خودتان خیلی چوب هستی، هیچ مزدار نمیشه که ما یکم شاطر شویم، رفتیم با درد و خود که باشی ولی سوادار کنیم و این درد هست خیلی وقت نیست. خب خیلی با حسیبا جان یکم کوری میکنیم، یک آهنگ مزدار از خودت میشنویم. حسیبا جان خوب گپ است. خوب گپ است. ان شاء الله آماده هستین؟ بله. چرا میروانی ما هم سراپا گوش میکنیم. بیهوده خورم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این بیرحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون است و دل جان میکنم، ای یار سنگین قلب من زارم مکن بهر خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را. تشکر. تشکر. زنده صدای مقبول و رسا. سلامت زنده باشین. تشکر لطف میکنین. تحت شرایطی که قرار داشتین چقدر هنر موسیقی را برای خانواده در اون زمان بیشتر خوبتر میدونستین و با اومدن حکومت امارات اسلامی چقدر شرایط تنگ‌تر شد برای خانواده و نتونستین کارتون پیش ببرید؟ والا به خانواده خب بسیار زیاد مشکل شد. والا از همه کار ماندیم ما. دختر خانواده از درس موندن، از طبقه
اونا زیاد مشکلات ها پیدا شد فکر کنم از زیادتر از نسبت به طبقه ذکور. دیگه خانم‌ها در هر حالت در هر جای فکر کنم مشکلات خود زیاد دارن، لیکن تا او شرایط بسیار زیاد ما از کار و چی ماندیم. البته خانم‌ها ما از کار خود از هنر خود ماندیم، دختر خانم‌ها از مکتب ماندن. این بسیار جای تصف است و بسیار دردآور است. درکتون میگیریم و میخوایم گفتنیتون رو بشنویم برای کسایی که جدیداً میخواین موسیقی رو بشنون و میخواین موسیقی رو پیش ببرن و راه موسیقی رو ادامه بدن، خصوصا بر طبقه اوناز را اینکه با گفته خودتان دروازه های مکتب برای بروان بسته شده و نمیتونن کار اقدام داشت، یا ببینید یک دختر خانمی که راه و مسلک پیش میبره، آیا بر اونا هم گفتنی دارین یا خیر؟ طبعا خوبه، هر کس که در کار خود از خانم‌ها باید ادامه بدن، قوی باشن و هیچ وقت خود چی میگه به تو شکسته فکر نکنن که ما نمیتونیم یا دروازه های مکتب بسته شده یا خانم‌ها دختر خانم‌ها نمیتونن آواز بخوانن، لیکن ما میتونیم در هر شرایط. ما مرد هستیم بازن که ادامه بدین و در هر جایی که هستین در هر کارتون هستین ادامه باید بدین. رای که حرف عمومی است و گفتن با هیچ کسی کار نداریم، چه نظامی باشه چه هنر موسیقی پیش بره یا هر رشته دیگه. اگر از خودتون خواسته شود حسیبا نوری دوباره بر بگرد دیگه موسیقی پیش نبر، فقط زندگی بکن، باید دوباره اصلا امکان نداره. عفومی فکر کنم گفتن است تنها. قسمی که ما در این روزا شاهد هستیم و تمام کارها که میبینیم که مردم ما غیره و غیره چه قسم کشته میشن، یه عفومی نیست. و خود دختر خانم‌ها بند شد از مکتب، گفتن که ما مکتب دوباره باز میکنیم برای دختر خانم‌ها، اما دختر خانم‌ها هنوزم گریه کرده در خانه شدگیستن. مردم ترور میشه شخصی، اما این عفومی این نیست و امکان نداره کسی با هم دوباره به کابل برگرده. تشکر. من سر سوالات کوتاه جواب میدی و سر جواب میدی که انشالله ببینیم چقدر تیز و چالاک و هم متفصلانه هستی. درست است؟ درست است. عزیز جان، هستورکی ترس داری؟ بسیار زیاد. روزانه چقدر فکر میکنی؟ هیچ حساب نیست. بسیار زیاد. از زیر پل سوختن وقتی که به ذهنت میاد چی به یادت میاد؟ زیر پل سوختی کابل منظورم است. بلد هستی؟ پودریاس چی است؟ پودریاس. یک نوع موبایل که زیاد دوست دارین؟ آیفون 11 پرو مکس. 11 حالا که 14 پرو مکس میاد چطور در رقم برگشت؟ والا 14 شم خبر نبودم از خاطر نه، یعنی خوشه میگفتم. خوب است، یعنی بیشتر برای آیفون علاقه‌مند هستید. بله. یک شاعری که بیشتر شعرهایش رو میخونین و بیشتر میشنوین. آشنایی دارین با شاعری که استاد سرمدی. یک قهرمان به دید خودت. همین خوب است که بگویم که یک زن قهرمان به دید خودت. آریانا سعید. بله قهرمان است. یک نوع موتر که زیاد دوست داره. هیچ موتر دوست ندارم. یک نوع حیوان که زیاد دوست داره. پشک. و دید خودت یک عاشق. به دید خودم یک عاشق. خودتون میتونین باشین، میتونین کسایی که دورانشون کتابایشون هنوز پابرجا ماندن و از عشق و عاشقیشون تا هنوز خاطرات خیلی خوب ماندن. خب ما هم عاشق بودم یک وقت. خب بله ناکام عاشق هستم. بله. از خودتان؟ بله. یک دیوانه غلام سخی. یک رئیس جمهور فکر کنم نداریم تا فعلا تایید شده. از گذشته ها که زیاد کار کرد و کارهایشان زیاد برخوردتان خوشایند است. از کدام کار کرد یعنی؟ از کسایی که مثلا از دوران نجیب گرفته تا حامد کرزی یا دکتر نجیب. دکتر نجیب. یک ولایت افغانستان زیاد خوشتان میاد. بدخشان. یک آوازخوان. آریانا سعید. یک کمدین. علاوه نمکش در دلم هست دادانم نمه. یک سرگرمی زیاد خوشتان میاد. سرگرمی با موسیقی خودم.
استعدادی که داری یک استعدادی که داری هنر خودم بس موسیقی موسیقی یک تکه کلامی که داری برگم شو بعض وقتا و تو استفاده میکنم گاهی وقت تو تصور کردی که یا رفته باشی بیرون خود تا کس نشناخته باشه مثلا که بدون آرایش خب تو رفتی بدون آرایش در راه رفته باشی و کس خودت نشناخته باشه امکان نداره سابقه خوب بوده که من خوش دارم که بیرون برای میفتم کس مرا نشناسه بدون آرایش میبرم یعنی نشناسه میفتم ما اذیت میشن زیادتر عکس بگی یک جای مردم اتو زیاد توجیه میشن نه مگم خوشبختانه بگم متاسفانه بگم میرفتم بپیشانم میشن خوب است معمولا در افغانستان این رسم و رواج بود یا که یک فرهنگ ناپسندی که بود کسایی که مثلا در بیرون میرفتن خاصا دختر خانم‌ها مورد آزار اذیت قرار میگرفتن خودتون کدام روز شده کسی مثلا سر پرزه رفته باشه و زیاد خندید هم گرفته باشه و در اون چیزی گفتن نتونستی برای یا یک گفتی جواب نه من خودتو بدون جواب نمیمونم بدون جواب نمیمونم کسی را کم اگر که تو زشت هستم زشت بگم چه رقم بگم یعنی جدی هستم سلام برام آفرین دیگه چیز است بله دختر خانم‌ها زیادتر اذیت میشن مثلا چی پرزه رفتن سرتان چی پرزه شده دیگه ضرور نیست که الما بعد بگم با عرض معذرت اما پرزه رفتن و بدون جواب هم نمونده شانم آرسی کنیم بخیر پلاو توی جواب نه آرسی نکنیم بله حالا که ما بازم میگم یک رسم و رواج داریم بچه‌ای که خانم یا زن دلشون میشه در خانه میره جگرخونی و کار و دیره بزن میده و دیگه کاسک میگن مثلا طرف فامیل میکنه که زن دلشون مثلا دخترها چی کار انجام میدن که میفهمن فامیلشون که بعد مثلا یعنی دلشون که همسر بگیره و زندگی جدید تشکیل بده والا از دختر خانم‌ها رو من بیخی نو از خودت میشنم که دیگه بزنه یا کاسر دیگه کار بچه‌ها بود درست خواه اما کار دخترها رو میگن فهمیدم یعنی میگم دخترها نمیفهم که چی باید انجام بدن لیکن شخصا خودم خود نخواستیم که والا یک پوز دور میگه کنم که مادر ما بگیم والا شوی دلم شد یک کار نشد اصلا و نمیفهم که دیگه دخترها چی کار واسه عاشق شدیم بله حالا هستیم عاشق شدیم حتی از مادرم خبر نداره خودم بس گفتین به طرف مقابلتان یا خیر بگذاریم خوب است از این دفعه نه خیر دفعه ناکام و دفعه مشروع چی هست؟ خب از در اخیر پیامت هم بشنویم بعد از پیامت با یک آهنگ خداحافظی میکنیم تشکر بازم از اینکه وقت دادید سلامت زنده باشید پیامت رو بشنویم من یک دختر خانم افغانی که در هنر موسیقی کار میکنین فعالیت‌هایتان هست خب پیام خاص ندارم دیگه بیننده همیشه باشین از چینل جان زیبای شما و چینل خالد اسکی پروداکشن و همچنین چینل شخصی خود اسیبا جان نوری در یوتیوب بله موفق و کامگار همگیتان باشید تشکر از برنامه زیبای باسم لطفتان از تشکر از شما خدای که هنری صاحب ما را خدمت با یک آهنگ مقبول است که گاه زمزمه میکنی اگر خوب است به یاد وطن بریم و یا یک هر آهنگ خودتان دوست دارین میرونید اگر به وطن خانم گیریم شاید جاتر بگیرم اما دلم پر است خیلی دوستان مسافر هستن همین لحظه برنامه ما رو ببینده هستن آهنگ سرزمینی منو میگم بخوام آها خب یک از آهنگای خودم است که اولین آهنگم بوده که بسیار کم براتون زمزمه میکنم گله گذاری کنم یا جان سپاری کنم خونه دل از تو دیدم و گریه جاری کنم آخر بگو گناه